بچه‌ها امروز یه ویدیو داریم، ویدیوی بوم. قراره که اشک پریسا رو در بیاریم. میخوام یه کاری کنم پریسا حس بکنه، موهای سفید بشه. اگه از این ویدیوها دوست داری حتما ویدیو رو لایک کن. اگه تا الان سابسکرایب نکردی حتما کانالمو سابسکرایب کن. حتما این اینستاگرامم فالو داشته باش. زنگوله رو بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشن بیاد و بیا اولین نفر ویدیومو ببینی. کامنت هم بزن که کامنتاتون رو میخونم. عشق منی، عشق منی، عشق منی. منم یه خواهر قشنگ. ببخشید. بزن بریم. آماده ای؟ بریم. من آمده. تا گفتم پریسا بیاد، بیایم حتما کامنت منتخبم داشته باشیم. مرسی از شماهایی که کامنت پرمهر و پر عشق میذارید برام. بچه‌ها عاشقتونم. من تمام تلاشم میکنم که توی چنل دوم که اینجا هستش پر انرژی باشم، انرژی خوب بهتون بدم. درسته که توی چنل اول داریم روزمره‌مون و اتفاقایی که میفته رو میذاریم، ولی گفتم که خب اینجوری هم حالم بهتر میشه اینجا بیام پر انرژی باشم، چون این تشدید میشه انرژی مثبت دیگه. شما رو برای چند دقیقه هم شده شما رو هم شاد کنم. پس بزن بریم که شما هم فهمیدید. کامنت اول از تاها دکسفن گفته که واقعا خیلی خوشحالم که مثل همیشه اومدی، حالت خوبه و گفتی سلام مثل امروز. تمام تلاشمو میکنم بچه‌ها توی این چنل پر انرژی باشم دیگه و شما اینو فهمیدین. کامنت دوم از آریانا قوامی گفته که خیلی خوشحال شدم دوباره از این ویدیوها گذاشتین، عالی بود، دوستتون دارم، ان شاءالله همیشه شاد و پر انرژی باشین. قشنگ توی آریانا. مرسی که کامنت قشنگ میذارید بچه‌ها، عاشقتونم. کامنتاتون رو میخونم. کامنت بذارین. بزن بریم. پریسا بیا نهار بخوریم. بیا خیلی نهارمونم بخوریم. چرا نگو گمشو نمیذارم بریم. باید برم دیگه بالاخره. نه خونه زندگیمون. نه خونه زندگی منم. حالا بشین نهارتو بخور. من اینطوری میچستم بهت تو نمیتونی بری. مثل کوالا. آره. پریسا تو هم بیا خواب. نه بیا برم دیگه. نه تا الانم خیلی نه خیلی موندم. حالا اینجا کجا میخوای بری؟ نمیری؟ نمیری مامان. حالا چقدر لوسی تو. حالا چی میشه مگه زندگیم اونجا، بچم اونجا. نمیشه. من عادت کردم میگم بیشتر از 60 روز بگذره یه چیزی تو بهش احتیاط پیدا کنی. نشده دیگه. چرا شده؟ نه نشده. دو ماه شد. سهر همه 2 ماه اینجا بسته دیگه. باشا دیگه اسمتو نمیدونم. بیا با لذت بخوریم که بری دیگه اسمتو نمیدونم. شاید دیگه نشد آمده بخور. چرا بی ادب وای. بخوری نمیام. ویدیو میگیری؟ دیدی؟ بچه‌ها من تا اشک پریسا رو در نیارم ولکن نیستم. الان همومه میخوام از این سایش بزنم، میدونم روش حساسه، بعد رو شونش هم خیلی حساسه. خب خیلی بدش میاد یکی شونش رو برداره. حالا میخوام ببینم ریاکشنش چیه. ماده الان از همون میاد. چی پیش نگیرم؟ یه ذره روغن آرگانش هم میزنیم. یه روغن آرگان داره. اینجوری روغن آرگان رو که زدیم شونه رو برمی‌داریم. شونه منو. خب باش. من شونه نمی‌بردم. سهر یه چیز شخصی شونه. برو بخر. یعنی چی نمی‌بردم؟ حالا من چند وقت پیش داشتم. یعنی چی میگی؟ ما میدونی من حساسم. مسخره نکن. بده سهر. خب بعد از این سایه میخوام بزنم. گرون خریدم اون رو. خواهر بزرگترت هم گرون. پریسا آبروت دارم فیلم میگم آبروت میره. سهر برو کنار. یه بار بزنم گدا. بابا نبزه برایش ماما رو زدی بس نبود. بس دیگه. چقدر خستیسته. بذار میخوام تستش کنم. اگه خوب بود برای خودم میخری برام به جا؟ اگه خوب باشه میخرم. نه خب برو بیرون تست کن. وای چقدر خستیسته. پریسا یه ذره به خدا نمیخورم. دارم فیلم میگیرم. به خدا فیلم رو میزم آبروت بره. باشه. بده
احساسی روش لباس چرمتو میدیم بپوشم نه. بیرون. چیزایی که حساسم نه، چیزایی که غیر حساسم. خب منم میدم به لباس مرشو تو چیزایی که حساسی رو به من میدم. به خدا میدم. هرچی که خواستی. الان مسواک تو به من نمیدم. مسواک شونه هم شخصیه. شاید چیزی که به موی تو میزنی به موی من نساده میدونی لا. تمیز شاید شپش داشته باشی. خود گفتی الان. باورم نمیشه. الان اینو به من بشون. شاید من خونه نباشم تو استفاده کنی. چقدر شوری. بی خود. از اون موقعتم زدم حلال کن. دیگه چی داری؟ بذار یه قطره تش مونده رحم کن به اون. بذار با این داره خاموش کنم. نکن دیگه نکن. پریسا ناراحت میشم میرم ها. سهر خب اینا شخصیه. اصلا این به پوست تو نمیخوره. بذار ببینم. پریسا ناراحت میشم برمیگردم دیگه جواب تلفنت هم نمیدم. خب سهر میدونی تو میدونی من روی این الان حساسم. خب گریه کن دیگه دست نزنم. یعنی چی گریه کن دیگه دست نزنم؟ پیروز رفته بودی با پریناز بیرون. خب من با لباس باشی تو آرش کردم. ببین یه بلایی سرت میارم به خدا راست میگم. خیلی خب بابا بیا گردم میخواستم بشناسمت ویدیو میخواستم داری میگی آرش کردم میشناسمه چیه؟ میخواستم ویدیو بگیرم همه بشناسن تو. باش من عقده‌ایم. بچه دیدی؟ کی گفته خواهر خوبه؟ خواهر به هیچ درد. چه برای خودش قهوه درست میکنه. قهوه میخورین؟ یه دونه درست کردی؟ آره دیگه آخه میخوام بخورم من باشگاه سریع. اگه میخواین هست بذار درست شه. برمام درست میکرد دیگه. کاری داره 2 دقیقه بذار دیگه. درست نکرد درست. بابای قهوه دیگه. ایسا تکخور نبودی تو. بابا عجله دارم به خدا میخوام برم باشگاه. تو هوا آلوده کی میره باشگاه بدتر؟ بابا باشگاه نمیخوام هوا آزاد که. خب باشه بالاخره دیگه. چیکار کنم؟ میسوزه جلساتم. چه برای خودش قهوه درست کرده. برای ما درست میکرد. همیشه یه قهوه قبل از اینکه خودش بخوره میآورد برای من ها. واسه خودش هم راستی بود. مخلفات و اینا همیشه درست میکنم. خب برای ما درست میکردی. بابا دیرم شده. تو دیزاین هم میکنه واسه کنجد میریزه تو رایس کیکش. تازه اگه پسته تازه و توت فرنگی موزم داشتیم شیربادون زندگی سالم این شکلیه دیگه. بذار شیربادون تلخه ولی نه؟ اما خوبه دیگه. منم قهوه میدونم. چرا الان نخوردار تو در میاریم خوردی که درست کم صد نفره. بابا چند نفری دیگه تو خونه من زیاد درست میکردی. حالا میرم میام. واسه عکس هم میگیرم. حسین چیکار میکنی؟ برنامه چیه؟ دلار رفت بالا آره؟ چقدر شد؟ کرانتینه هم اونجا؟ بخوری دیگه میخواد چیکار کنه؟ زیرش
تو با چی غذا تو این چیزا تو بل نکنی بری. چرا برای خود؟ چرا برای خودت؟ تا جو باشی برای ما اول درست کنی. چی شد؟ ای خدا بچه یعنی زحمت سر ما برم باشگاه سر نامردی نکرده تا قطره آخر خورده. بیا آب بدیم بخور بانو بخور چی؟ نون بربری هم داریم ما نون بکشه خیلی خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. سر چه حالی کرد. من خواهرتم چی میشه اگه الان خب بخورم؟ درست کن من خواهم برم باشگاه مسخره من نگفتم من عجله دارم من بخورم انگار تو خوردی. الان اون تو مده تو یا من؟ پولشو که حسین خورد. دستشویشو کدومتون میره؟ زحمتش باید من دستشویشو یعنی نمیره. گوشتین برو درست کن بدو زحمت درست کن به من ربطی نداره یه کتکشو بخوری. تو گریهش نمیام. ما خواهر کوچیکتر خواهر زمون هستی هی گریه کن ماما این هیچی من نمیده. نه به من چیز داد. نه وسایلشو میده. نه وسایلشو میده. نه قهوه. عجله داشتم چیکار کنم تو به کی رفتی؟ به فامیل عمه ها رفتی تو. الان درست میکنم بابا. الان خوبه حالا ویدیو تو ببینن اما اما فوشش بدین لطفا